سلام، نام من لیلا است. 2 سال پیش همراه با شوهرم به استرالیا آمدم. در کشورم خیلی دوست داشتم با مادرم و خواهرانم به خرید بروم. اما اینجا بیشتر وقتها تنها می روم. سازگار شدن با زندگی در استرالیا برایم سخت بوده و اغلب احساس تنهایی می کنم. در یک جشن اجتماعی با فاطمه و سو آشنا شدم. آنها درباره ولسپرینگز برای زنان به من گفتند و مرا دعوت کردند همراهشان بروم. این پیشنهاد برایم خوب به نظر می رسید، اما نگران واکنش شوهرم بودم، چون او دوست نداشت من از خانه بیرون بروم. یک روز بعد از خرید اتفاقاً فاطمه را دیدم و برای نوشیدن قهوه توقف کردیم. وقتی خانه رسیدم شوهرم خیلی عصبانی بود. او از من پرسید چرا دیر آمدم و با کی بودم. بعد گفت که همیشه می داند من کجا هستم. وقتی فهمیدم بدون اجازه من یک برنامه رادیویی روی تلفنم نصب کرده، بسیار شوکه شدم. بعد از آن پیام‌ها و تماس‌هایم را بررسی می کرد و تمام رفت آمدهایم را کنترل می کرد. کاملا احساس گرفتار شدن می کردم. درباره وضعیت خودم فکر کردم و تصمیم گرفتم همراه فاطمه و سو به ولسپرینگز بروم. در ولسپرینگز فهمیدم آنچه تجربه می کردم سوء استفاده از طریق فناوری بود و این نوع رفتار می تواند به خشونت خانوادگی منجر شود. وقتی بیرون آمدم غمگین بودم، اما در عین حال امیدوار، چون دیگر تنها نبودم.